بد نیست اینجا نظری بیفکنیم به موضع و دیدگاه حضرت علی رضی الله عنه نسبت به خلفای راشدین، مخصوصا نسبت به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما که مورد بحث ما هستند. به این نکته بپردازیم به این مناسبت که دیدگاه اون بزرگوار حضرت علی رضی الله عنه بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه وسلم و به خلافت رسیدن ابوبکر و بعد از اون عمر و بعد از اون عثمان، دیدگاه اون بزرگوار نسبت به این شخصیت ها چگونه بوده است؟ بعضی به 25 سال سکوت حضرت علی رضی الله عنه به این دید می نگرند که این 25 سال یک سکوت اجباری و تحمیلی بود یا سکوت مصلحتی بود. چون ما می دانیم که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از 25 سال خلیفه چهارم علی بن ابی طالب رضی الله عنه به خلافت رسیدند. بعد از 25 سال، چون بعضی معتقدند که او باید بلافاصله بعد از پیامبر جانشین اون حضرت میشد، آنگونه که ادعا می شود که خداوند او را به عنوان جانشین پیامبر اعلام و پیامبر هم اون را ابلاغ کرده است. ولی 25 سال این فاصله افتاد برای چه اصلا؟ چه توجیهی وجود دارد اینجا؟ بعضی گفتند 25 سال سکوت حضرت علی رضی الله عنه مصلحتی بوده است، یعنی برای حفظ اسلام، برای اینکه اسلام چون نوپا بود امکان داشت موجودیت اسلام به کلی به خطر بیفتد، او مصلحتاً سکوت اختیار کرد. خود این جواب همون چیزی که ما می‌خواهیم، خود همین جواب که او چرا مصلحت را در سکوت دید، این نشان می‌دهد که او اصلاً احساس خطری نسبت به اسلام نداشت. در اون زمان احساس خطر نمی‌کرد در رابطه با اسلام، بلکه احساس امنیت می‌کرد. اگر احساس خطر می‌کرد مثل فرزند بزرگوارش حسین بن علی رضی الله عنه قیام می‌کرد که احساس خطر کرد و قیام کرد. ولی او اسلام را در امان می‌دانست. در اون زمان می‌دانست که خطری متوجه اسلام نیست که سکوت اختیار کرد، مصلحت را در سکوت دید. وگرنه چه لزومی داشت سکوت بکند؟ اصلا جایز نبود. اگر احساس خطری وجود داشت یا اگر می‌دانست که افرادی آمده اند دارند دین را به انحراف می‌کشانند، اگر اینطور تصور می‌کرد، این چنین دیدگاه و تصوری داشت در رابطه با خلافت قبل از خودش، قطعاً اقدام می‌کرد و جلوگیری می‌کرد از اون تحریف و انحراف و از بیراه رفتن. ولی چون مصلحت را در این دید که سکوت اختیار بکند، این مصلحت نشان دهنده واقع امر است و اینکه مصلحت اسلام در آن چیزی بود که اتفاق افتاده بود و امنیت اسلام برقرار شده بود، امنیتی برای اسلام که هیچ خطری دیگر متوجه اسلام نشود. و این نشان دهنده حسن عمل کرده خلفای راشدین هست. اونها اعمالشون اونقدر بجا و حساب شده و اعمالشون اونقدر درست بوده است که حضرت علی رضی الله عنه نیازی ندیده است که حرفی بزند. مثلا بعضی میگویند که او میترسیده است از اینکه مثلا حرف بزند، جرأت نکرده است چیزی بگوید. خب این یک اهانت است به علی بن ابی طالب رضی الله عنه به نظرم. مگر او از فرزندش حسین بن علی جرأتش کمتر بود؟ شجاعتش کمتر بود؟ او قیام کرد اما او جرأت نکرد، ترسید، نعوذ بالله. حاشا قدر شریفش که بترسد از اینکه حقی را بگوید، جرأت نکند از اینکه حقی را بگوید. این که بعضی گفتن حق او را خوردن و او چیزی نگفت، خب این حق او نبوده است. که اگر واقعا حقی در کار بوده است و اگر واقعا خداوند او را به عنوان جانشین پیامبر اعلام نموده است و پیامبر آن را ابلاغ کرده است، اینجا دیگه مسئله حق شخصی نیست، حق خدا مطرح می شود. اینجا حق دین خداست و اگر حق خودش تنها بود
می توانست از حق خودش بگذرد، اما اگر خدا آن را ابلاغ کرده است و حق خدا و حق دین خداست، چگونه انسان به خود اجازه بدهد که سکوت اختیار بکند و از این حق بگذرد؟ اینجا یک وظیفه ایجاب می کند که سکوت اختیار نکند. پس اما چون این سکوت واقعا اختیار شد، انتخاب حضرت علی رضی الله عنه نشان دهنده این است که او در این رابطه حقی را برای خودش قائل نبود، آنگونه که در خیلی از روایات از کلام خود او فهمیده می شود. بعضی گفتن او با حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیعت نکرد مگر بعد از یک مدت تقریبا طولانی، بعد از 6 ماه بعد از رحلت حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها. او بعد از اون 6 ماه حاضر به بیعت شد، ولی واقعیت تاریخی غیر از این را میگوید. خیلی از روایات و احادیث ما داریم که حضرت علی بن ابی طالب و زبیر بن العوام هر دو که فقط شاید در اون لحظات اول بیعت نکرده بودند، در همون روز یا حد اکثر در روز بعدش بیعت کردند. در همون روز یا در روز بعدش حد اکثر این بیعت رو انجام دادند و مسئله بیعت بعد از 6 ماه اصلا مطرح نبوده است و اگر چیزی بوده است به این شکل من باب تجدید بیعت بوده است فقط. اما اون چیزی که در لابلای تاریخ مشاهده می شود و از کلام خود حضرت علی رضی الله عنه فهمیده می شود این است که خود او شخصا گفته است، از این کلام از خود او نقل شده است که اگر از جانب خدا و پیامبر برای من سفارشی و حکمی بود، ما اجازه نمی دادیم که برادر بنی تمیم یعنی ابوبکر رضی الله عنه و عمر بن الخطاب بر روی منبر پیامبر بنشینند و جانشین پیامبر بشوند. او خودش اینطور صریحا گفت اگر از جانب پیامبر ما حکمی داشتیم، از جانب خدا حکمی در اختیار داشتیم، هرگز اجازه نمیدادیم که این 2 نفر بر کرسی خلافت بنشینند و مقام و منصب خلافت را بگیرند. و این چیزی است در واقع جز این هم نمیتوان از حضرت علی رضی الله عنه انتظار داشت. بعد از کلام خود علی رضی الله عنه نقل شده است که شخصی که پیامبر او را برای دین ما برگزیده است، ما هم برای دنیای خودمون او را انتخاب کردیم. پیامبر او را به اتفاق مسلمانان ابوبکر رضی الله عنه را در حیات خودش در مرض موت به عنوان جانشین نماز مقرر کرد، جانشین خودش در محراب نماز که به جای او نماز بخواند برای مردم. مرو ابابکر فلیصلی بالناس. اتفاق مسلمانان بر این است که حالا بعضی میگویند بعضی کتمان میکنند، فقط کسی نمیتواند این حقیقت تاریخی را انکار بکند. و حضرت علی رضی الله عنه به همین نکته استناد کرد، فرمود شخصی که پیامبر او را برای دین ما انتخاب کرده است، ما او را برای دنیای خودمون انتخاب کردیم و به او راضی شدیم. Поддержать наш канал подпиской. Вы уж извините, братья и сестры, что мы достаем вас всеми этими подписками и колокольчиками, но поймите, что без этой активности YouTube может убить наш канал. Благодарим вас за понимание, братья и сестры. Ведь с того дня, как мы активно начали напоминать подписываться на канал, зрители, которые смотрели наше видео, но не были подписаны, начали по воле Аллаха уже подписываться.